کسی گر یک نفس خارد کند خار در چشمی کسی گر یک نفس خارد کند زار میرد در بلا هر کس کی آزارد کند روزگارش روی فی زیرا نبیند تا ابد هر کسی ناشکری از فیضی دیدارد کند هر کسی ناشکری از فیضی دیدارد کند هر کس دل افگارد کند دل فگاری غم شود هر کس دل افگارد کند هر کی صبحی بخت را از چشمی بیدارش نیافت خوابی من گشت بی که چشمی بیدارت کند برقش زند از آسمانی تیره روی هر کی قصدی خیرگی برقی رخسارت کند زار میرد در بالا هر کس کی آزارد کند دقت کرده اید که به همه حالت زندگی ما سرود موسیقی پیوند است. مثلا گاه در خوشحالی از حد زیاد، در حالتهای غمگینی و یا انجام کار و باری هم روزگار و هم کارگاه سرود موسیقی را بسیار گوش میکنیم و آن سرود موسیقی هایی را که واقعا ماندگارند، آن سرود موسیقی هایی را که برایمان منفعت و تأثیر خوب دارند. درود عزیزان، شامتون بخیر. برنامه خاطره ها است منظورتون و باز هم با ترانه های بسیار جذاب و عالی در مهمانی خاندانتون قرار داریم. قرار است که این شام بازخوانی بگردد سرودها از حافظ خلقی تاجیکستان
наимҷон маҳкамов ва фарзандашон ҳамроҳи мо ҳастанд. хуш омадед. саломат бошед. бояд бигӯем ки беҳрӯзи наимҷон ҳунарманд аз ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон ҳастанд ва ин ансамбли низ ин гурӯҳи касбии мусиқӣ низ аз ҳамин ҷо. ҳаматон хуш омадед. суруди аввале ки иҷро кардем, як оҳанги бисёр ҷазоб аз падаратон, як оҳанги бисёр хуб ки дар хотираи насли аз мо калонсолтар бештар сабт шудааст. бале бале. дар мавриди ин оҳанг ки чӣ гуна шумо интихоб кардед, чӣ гуна аз падар шунидед, чӣ гуна илҳоми бозхониро гирифтед? аввалан ассалому алайкум ба тамошобинони телевизиони Сафина, мухлисои барномаи хотираҳо. дар айёми ҷавонӣ ки падар эҷод мекардан мехонданд, дар оилаи мо бисёр сабтҳои классикӣ ҳам бисёр буданд. аз устодои Шашмақом, устод Барнои Исоқова, Ҷӯрабек Набиев, устод Фазлиддин Шаҳобов, Нерӯ Аминов. اون وقتا خردسال بودیم. بعداً از پدر پرسیدیم که همین سرود پدر بسیار ششمقام رو دوست می‌دارند و اجرا میکنن. از شوق و همون هوسی الهام ششمقام در اصول ششمقام، در اصول فروغ، چقدر که این بسیار یک غزلی بلند است. بله. در غزلی بلند در اصول ششمقام همین آهنگ رو گفتن من از ششمقام الهام گرفته همین آهنگ رو ایجاد کردم. بله. استاد بوی محمد نیازов در یکی از سخنرانی‌های خود گفتند که مثلا نفری که ششمقام میخواند اول پیش از آن که ششمقام سرا شود با گوش کردن متن همون ششمقام اول آدم می شود. اول بیشتر مثلا باطن خود را پر از همون خوبی ها می سازد، پر از درک بلندی مضمون می سازد و بعدا می تواند که یک ششمقام سرا شود. سرودهای پدر شما رو ما زیاد گوش کردیم که در پرده های ششمقام مثلا ایجاد میکنند و این آهنگ نیز مال خودی اونها بود. بله بله. شما در عائله صنعتکار به وای رسیدید. اونه که بسیار خود سرود دارید ولی باز مثلا بازخوانی کردید سرودهای پدر رو. بله این برنامه که ناظر اشتراک کرده ایستادیم برنامه خاطره ها از همون خاطره هایی که پیشتر بودن مخلصای پدر که همین سرودها رو گوش کردن بسیار این آهنگوش معمول شده بود. ما خواستیم که به خاطر همون مخلصا بیاریم باز خوانی شود، باز یک روحیه آنها بلند گردد و باز همون خاطرهای دوره جوانیشون همون دوره که زندگی کردن با همین سرودها یادآوری شود. ما که تصمیم گرفتیم در برنامه خاطره ها با همراهی من استادان صنعت در دایره عبادالله قربانوف، فخرالدین اکوی فخرالدین، اکوی فرخ جان، استاد سیراج‌الدین جوریف، شوکت جان عاقلوف ما رو بسیار دستگیری کردن. اینها همشون استادای صنعت هستند. ما از کولباری ایجادیات پدر سرودهای معمولشون رو انتخاب کردیم با فکرهای استادان و من امروز مدتی چند روز است که تمرین کردیم. امروز پیشکشی مخلصای شعر و سرود میرسونیم. و در قسمت دوم یعنی آهنگ دوممون انتظاری است از آهنگ ها از ایجادیات نعیمجان محکمov. مرحمت سرود. انتظاری حلق باشد زهواری چشمهای من فراهم میکند زاری و زاری چشمهای من فراهم میکند زاری و زاری
شکستم چون تو را من دیل گو بستم من زیبندی خیش رستم نشکنم تا عهدی عشقت صد دلی دیگر شکستم نشکنم تا عهدی عشقت صد دلی دیگر شکستم انتظاری تلخ باشد زهرواری چشمهای من براحت میکند زاری و زاری چشمهای من براحت میکند زاری و زاری دردی من رازیست دیرین عشقی تو سوزیست شیرین دردی من رازیست دیرین طاقتی عشقی تو دارم حالی من از رنگی من طاقتی عشقی تو دارم حالی من از رنگی من بین انتظاری تلخ باشد زهرواری چشمهای من براحت میکند زاری و زاری چشمهای من براحت میکند زاری و زاری انتظاری تشکر برای یک اجرای بسیار هم خوب. میدونید چی رو میخوام پرسون شوم؟ اونه که مثلا هر هنرمند در مورد فعالیت ایجادی خود وقتی که در جستجو میگذاره در سامانه اجتماعی خیلی زیاد حرف زده است، صحبت ها داشته است. از نعیم محکم صحبت کم یافتیم، تقریبا نیافتیم. از اونه که خاطره های شما، خاطره های دوره جوانی شما پر از همون فعالیت پدر است، پر از دوره ایجادی پدر است. میخوایم از همون دوره ها بگویید چگونه ایجاد میکردن؟ در سامانه اینترنتی هم هست، فقط فکر میکنم سروداشون هست. بله، سروداشون خیلی زیاد است. بله، صحبتاشون بله کمتر است و امروز ما از صحبتاشون گپ میزنیم با شما. بسیار یک وی بلند داشتن، شوقی بلند داشتن در صنعت. فقط جستجو میکردن. آهنگوی در اون وقت ما در شهر استرابشن بودیم، هنگامی به دوشنبه می اومدن با اهل گروه خودشون حتما 8-10 سرود ثبت میکردن در خونه رادیو. اگر ثبت نکنن از دوشنبه نمی رفتن. همین خیلی یک وای داشتن، به خودشون یک مقصد گذاشته بودن. بسیار سرودای بسیار ایجاد کرده هستند. سروداشون در خزینه هم رادیو هست. بسیار کتاب میخوندن. همین ما در خاندانم یک کتاب خونه هم گوییم، خطا نمیکنیم. تمامی کلیات و همون کتاب های غزلیات های همین شاعرای از کلاسیک و سر کرده تا من همین شاعرای معاصر
همه شاعرها کتابشون در خانه ما هست، تا حال هست. من که فرزند خردی بودم همراه پدر بسیارتر مگنیتوفون میگفتن، کاست همه وقت در ویشون تیار بود که یکی اومده موند با اما آواز میخوندن، ثبت میکردند و وقتی که روزانه میشد بعد از کارشون حتما اومده همون روز خودش پگوهش همون سرود تیار میشد. وقتی ایجادشون میرفتیم اسباب موسیقی میرسیدیم، با ما جالب بود اسباب موسیقی که این چگونه باشد، اینش چگونه باشد، دویره بود، تمام اسباب بود با ما آموزاندن. یکم استادی من پدرم باشم، من از همون پدر الهام گرفتم و بعداً به مکتب موسیقی، بعداً به انسامبل ششمخان سرایانی نورسانی نزدی انسامبل دولت ششمخان و در مکتب مقامی نزدی اکادمی مقام و کنسرواتوار ملی همه همین تعلیمگاه رو ما ختم کردیم و ما امروز خوشبخت هستیم که در یک انسامبل با نفوذ کشورمون، انسامبل دولتی ششمقام کارو فعالیت داریم با همراه استادان عزیز. سلامت باشید. یک فضای بسیار ایجادی خوب همگونه تاثیر کرده میده. بله بسیار یک فضای کلان بود در خاندان ما. تمام هنرمندان تاجیکستان با پدر من دوست بودن، از استاد عارفشاه عارف سر کرده، استاد بهادر نعمتov، استاد تاج‌الدین محی‌الدینov، از ولایت استاد جورابک مرادov، جورابک نبیov، بای محمد نیازov، بسیار استادا. هم هر وقتی که از دوشنبه به ولایت سوقیا برگشت به دوشنبه باشد، حتما خانه ما در بین دوشنبه و خوجند است، استرافشان حتما به خانه ما مهمان میشدن. بسیار هنرمندا. من اون وقت خردسال بودم، میشتن صحبت میکردن، بعد سرودخوانی میکردن. به همه همین نشستا بودم و منم یکی از جوانای خوشبخت‌ترین که با همین خیلی استادا ما نشسته با آواز زنده سرود و آهنگ و صحبتی همون آدما با ما مشرف کردیدیم. اونها رو از نزدیک دیدیم. بله. و این گونه صحبت ها به نتیجه نیستند، این گونه صحبت ها به تاثیر نیستند، این گونه صحبت ها در نتیجه خود، در انجام خود یک ایجاد دیگری رو به بار میارند. و ما بسیار شنیدیم از همین گونه صحبت های استادان صنعت که میگفتند بعد از یک شب نشینی، بعد از یک صحبت ها، بعد از خوردن یک خوراکشون مثلا یک سرود ایجاد شد. همین گونه ایجاد های خوب در پای همین گونه صحبت های استادان بزرگ نیز ایجاد میکردند. و در ادامه یک سرود دیگر داریم. آهنگ پدر، شعر از استاد حسین کنگورتی، صحرای نوبهاران با یاد یار خوب است. داغی دلی نباشد کی لاله زار خوب است، داغی دلی نباشد کی لاله زار خوب است. در راه قدردانی از داد تا نباشد، گل را نمی توان گفت بیرنجی خار خوب است، گل را نمی توان گفت بیرنجی خار خوب است. غوغای عاشقانه بی فتنه کی نشیند، هر جا انا الحقایق
تمهیدی دار خوب است. در موسمی جوانی یک بار لب گزیدن از توبه های پیری چندین هزار خوب است. از توبه های پیری چندین هزار خوب است. لکانی کجرو چون رخ بگو شیخم ایمین نمی توان شد هرچی کنار خوب است. حاجی نصیحتم داد از روی پارسایی، حاجی نصیحتم داد از روی پارسایی. کامجا شکایتی هست سعی و فرار خوب است. کامجا شکایتی هست سعی و فرار خوب است. سعی و فرار خوب است. با یاد یار خوب است. نه تنها شما که پسر این حافظ خلقی تاجیکستان هستید سرودهایش را بازخوانی میکنید، بلکه ما در اجرای هنرمندان جوانی بسیار شنیدیم که بازخوانی میکنند، اجرا میکنند سرودهایشان را، چون از خوبی کار، از بلندی مضمون متن و آهنگ است که همین گونه خاطرمان است، همین گونه مثلا زنده میگردد دوباره و دوباره. و در این قسمت میخوایم در مورد فعالیت خود شما حرف بزنیم. به حیث آموزگار نیز فعالیت میکنید؟ بله، من بسیار افتخار دارم، افتخار میکنم. من خود که وقتی خردسال بودم در همون انسامبلی نورسان ششمقام تحصیل میگرفتیم. استاد شویرت جان ارگشی با ما درس میگفتن. در انسامبلی دولتی استادا بودن، میدیدیم میگفتیم ما هم همینجا کار میکرده باشیم در آینده. بسیار یک انسامبلی با نفوذ بود و خوشبختانه امروز به حیث معلمی مقام انسامبلی دولتی ششمقام به نام استاد فضلی شهاب و فعالیت دارم. اونجا با استادان هنرمند مردمی تاجیکستان و ازبکستان سعید زاده فرقت، استاد سیراج‌الدین جویرایف هنرپیشه شایسته تاجیکستان، شوکت جان عقیلوف، عبدالولی جلوف، بسیار بسیار استادایی که در اونجا هستند. این افتخار دارم که من با همین ژانر من سر و کار دارم. یکمین برای چی تا با استاد ششمقام رسیدن باید شما یکم از اصول باخبر باشید و بعدا با پرده یعنی تنبور که در همون دسته تنبور خودی ششمقام ایجاد شده است. من یک جوانی خوشبخت که هم دایره می نوازم هم تنبور، از اساسهای مقام باخبر هستیم. وقتی که ما در مکتب مقام در نزد اکادمی مقام تحصیل میکردیم، استاد عبدالولی عبدالرشیدوف هنرمند مردمی تاجیکستان یک نقشه درسی خوب گذاشته بودن که ما جوانو از همون از استادایی که در همون اکادمی بودن، استاد عبدالولی عبدالرشیدوف، آزاده شروع، جمشید ارگشف، سیراج‌الدین جویرایف، خورشید ابراهیم زاده، کمال‌الدین همدمов، اینا در اکادمی بودن، ما در مکتب بودیم. ما بسیار چیزا از این استادا هم آموختیم، هم با طرز دیدن و گوش کردن. و در اونجا درسی اساسهای مقام بود، از پرده های مقام، از همون اصولهای شش مقام. باید دانید بسیار کاری ما خوب رفته ایستاده است. ما با حیث آوازخوانان سرودهای از خودی مقام، سرودهای کلاسیکی در خودی فوند طلایی خودی رادیو ما ثبت کرده ایستاده ایم. یعنی یک نفر که میخواهد شش مقام سرا باشد زیر دستی چند استاد رو بله می‌گذارد. مثلا از پدر شروع کرده تا به این نفر شما رو استادان که تواند حداقل خوب اجرا کند، چی برسد به اونه که خود باز استاد شود. بله. و یک آهنگ بسیار خوب دارند نعیم جان محکموف،
جهان و زندگی با تو زیبد. بله. در مورد این آهنگ یک کمی حرف بزنیم بعدن اجرا شد. وقتی که پدر این آهنگ رو ایجاد کرده بودن در تمامی خورسندی های مردم این سرود حتما صدا میداد. بعضی سرودها همین گونه خصوصیت داره. بله من تا امروز همین سرود رو میخونم. این شعر از استاد لایق، آهنگ از پدر. بسیار یک در همون دورهایی که سالهای پیشتر این سرود وقتی که صدا داد بسیار معمول معروف گشته بود این سرود و من فکر میکنم از ما برای مخلصان عزیز پیشنهاد میکنیم. در مورد اون گفتیم که چگونه مثلا ایجاد میکردن، چگونه آهنگ‌های خوب و خاطرمان رو به مردم تقدیم کردن، ولی در این مورد که حالا به چی کار مشغول هستند هنرمندی خلقی کشور نعیم جان محکمов؟ حاضر پدر ما به نفقه برآمدگی هستند. در احاطه فرزندان و نبیرگان با همراهی نبیرهایشان دعاگوی فرزندان هستند. با ما تا حال راه نشان میتین چی سرودی ایجاد نکنیم حتما از نظر اون کس میگذارونیم. با ما مصلحت‌های خودشان میتین حتما. تا حال استاد اولین تا حال به شما همچون استاد کمک میکنند؟ بله. پیشنهاد میکنند؟ بله تا حال. بعد نگفتن امانت پدری ما یاشترین عنوان حافظ خلقی تاجیکستان با این عنوان سزاوار گردیده بودند که در سنی 31 سالگیشان بود. این برای هم عائله ما برای هم مخلصانشان یک افتخاری بلند بود و این عنوان هم به پدر یک تکانی بزرگ بخشید و باز ایجادیاتشان زیادتر شد، باز الهامشان بلند شد. بسیار سرودها ایجاد کردن و ثبت کردن. یعنی مسئولیتی بلندتر رو برایشون سپرید. بله. تشکر زیاد و استاد سلامت باشند. ما میخوایم که سلام ما رو شما با اونها رسونید. باشد که همین گونه همچون ستونی صنعت تاجیک پایدار بمانند و همیشه ما سرودهایشان را خواهیم شنید و برایشان سلامتی و عمر دراز خواهان هستیم. مرحمت اجرای سرود. یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی بیا تا حسنی تو شیدا کند دل بیا تا عشقی نه اینشا کند دل بیا تا حسنی تو اینشا کند دل بیا تا عشقی نه اینشا کند دل ببی دردی چی فرقی آدم و سنگ بیا تا دردی دل پیدا کند دل یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی مرا یک عشق صد دنیا ببخشد مرا یک جام صد دریا ببخشد مرا یک عشق صد دنیا ببخشد مرا یک جام صد دریا ببخشد زی سر تا پا گنهگارم گر امروز گناههای مرا فردا ببخشدی یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی
جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبدی یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی یار یار گردمی وفادار گردمی جان جان گردمی وفادار گردمی. دوستان گرامی، در این شام زیبای خاطره ها برایتان پیشنهاد ساختیم سرودها از حافظ خلقی تاجیکستان نعیم جان محکمов که فرزندیشان همراه ما بودند در این برنامه. هنرمند انسامبل دولتی ششمخومی به نام فضلالدین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهروز نعیم جان. و عزیزان، فرجام برنامه است خاطر شد، خاطره های خوب و زندگی زیبا برایتان میخواهیم. تا نوبت دیدار خیر.